حدیث نمبر 4. اطفال شیرین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا، هر کسی که ماه مبارک رمضان را به خاطر ایمانداری و به خاطر ازی که بر من اجر داده شود و ثواب داده شود و الله مرا ببخشه، غفر له ما تقدم من ذنبه، بخشیده میشه تمامی گناه های قبلی ازی. متفق علیه. چی معنی متفق علیه؟ یعنی حدیث شریف به اتفاق امام بخاری و امام مسلم روایت شده، یعنی دو عالم هستن، یکیش امام بخاری رحمت الله علیه است، دیگهش امام مسلم رحمت الله علیه است. پس این حدیثی که متفق علیه است حدیثی است که هر دوی از اینا رو چی کردن؟ روایت کردن. پس از این حدیث ما و شما درس گرفتیم که انسان مسلمان وقتی ماه مبارک رمضان آمد باز روزه بگیره، و وقتی که روزه را میگیره با کدام نیت روزه بگیره؟ با اساس دینداری و ایمان، به خاطر از که الله متعال مرا حکم کرده، امر الله هست که روزه بگیریم، روزه میگیریم. و احتسابا به خاطر چی روزه میگیره؟ که ان شاء الله تعالی الله متعال بر ما اجر نصیب بکنه. پس وقتی ماه مبارک رمضان میه و ما توانایی روزه گرفتن داشته باشیم، این ما را روزه میگیریم به خاطر ازی که الله متعال بر ما امر کرده و به خاطر ازی که بر ما اجر و ثواب آخرت داده شود و مستحق جنت الله شویم.